آزادی بیان استفاده کنم، مرا خدا ای شعور داده من حیث یک ملا. و ایرا منصب وراثت میدانم که نبی کریم علیه السلام تنها مولای امروزی واری نبود، و جامعه ساز بود. شرم است که به نمایندگی قوم شریف ازبک پسر دوستم نمایندگی کنه که حرفای خود یاد نداره. آیا در تمام ازبک ها یک کس نجیب و شریف و داناتر و عاقلتر از بچه دوستم پیدا نمیشه؟ میشد. اما چه علت است که راحله دوستم انتصابات به خود کمایی میکنه و تو با عقل و شعور و علم در پس کوچه قرار داری؟ هنوزم به مانندی که بر دوستم ایمان آورده باشی. فاش میگویم و از گفتن خود دل شادم، بنده عشقم و در هر دو جهان آزادم. عارس برای تو مجاهدی که دههای متمادی جهاد کردی، ابر قدرت روسیه را شکست دادی، و بازم کسانی که از غرب گمرک می شوند و تا هنوز دینشان معلوم نیست، ایمانشان معلوم نیست، اسلامشان معلوم نیست، بربارای تو باداری میکنه. حیف نیست؟ و ما استاد سیافم میگویم شاید و جهان دننگالیدی داد وکاره، یا با اخری ککری یا با کامرانشی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، مرگ بر امریکا، مرگ بر یهود و نصارا، مرگ بر ناتو، زنده‌باد علمای اهل سنت و الجماعت. شاید دیر زنده نباشم، باید حق بگویم. ما به سیافم میگویم بشنوه، شاید بشنوه. بیاد داری که از در پاکستان بودی و از طرف بی‌نظیر بوتو یک مکتوب ملاقات به تو آمد و تو گفتی در جواب که ای انجینر احمد شاه احمدزی، تو برو، من شیخ الحدیثم، اسلام به من نمیدهد. تو متغیر شدی یا قرآن و اسلام متغیر شد که با دها زنای برهنه و لوچ با هم آمیخته صحبت ها کردی؟ و به یادت می دهم و آیم در صفحات مجازی بر دسترس مردم قرار داره، تو نگفتی که تا یک کمونیست در نظام مجاهدین شرکت کنه شاید کمونیست مسلمان نشده باشه و مدرس بودین و دیگه تان محصل پوهنتون بودین، آل آپارتمان